آلمان در آغاز و رفت جنگ دویوم جهان. آلمان که از خاکسترهای جنگ یکم جهانی مانده بود، در سال 1939 تصمیم میگیرد که کار اروپا را یک طرفه کند. در همین سال، یعنی در سال 1939، آلمان به لهستان حمله میکند و فرانسه با انگلیا از آن طرف با آلمان اعلان جنگ میکنند. همین طور آلمان استریا را نیز میگیرد و به شمال فرانسه حمله میآورد. حتی پاریس را هم میگیرد. با همین آلمان در غرب اروپا قدرتی یگانه می شود و نقشه می کشد تا 22 ایون و شوروی حمله کند. نقشه حمله آنها نقشه بربراس نام دارد. نقشه بربراس همچون بزرگترین تهاجم تاریخی شناخته می شود. پیش از حمله 22 ایون سال 1941 به اتحاد شوروی، آلمانی ها لهستان، یوگسلاویا، استریا، فرانسه، بلژیم، هلندیا، یونان و شمال افریقا را در دست داشتند. در همه این جنگ ها آلمان تنها 70,000 سرباز خود را از دست داده بود و خلاص. همان زمان ها ارتش هیتلر زیاده از 5 میلیون سرباز داشت. البته همه آنها آلمانی نبودند. زیاده از 5 میلیون شمار کم نیست. در آن زمان ابرقدرتی است. از لحاظ یراق هم آلمان از شوروی دیده برتری داشت. اما شوروی ها هم خفا نرفتند. با این ارتش بزرگ جنگیدند. شوروی ها برای جبهه های دست نارس از 635,000 اسب برای سربازان خود استفاده کردند. یک اشتباهی که هیتلر میکند این بود: نیروهایی که باید شهر مسکو را اشغال میکردند به آنها امر میکنند هر روستایی که سر راه است تا مسکو پاک کنید. گنرال هایش میگویند بیا سراول مسکو را فتح کنید، پسان اینها را. اما هیتلر راضی نمی شود. سربازان آلمانی با خراب کردن روستاها مشغول گردیدند. با همین زمستان آمد. البته زمستان روسیه زمستانی کم نیست. خیلی سرد است. زیاد سرلشکران از آن دیدن کردند و مثل ناپلیون بوناپارت. نیروهای آلمانی نزدیکی شهر مسکو شدند. تنها 20 کیلومتر مانده بود. آنها از تیر تانک، از تیر توپ کشته نمی شدند. آنها از سردی ها وفات می کردند. استالین در همین وقت فرمان داد نیروهایی که در سیبیر هستند به شهر مسکو حاضر کنید، زیرا آنها در سردی ها خوب می جنگند. زمستان همان سال در نزد مسکو ارتش هیتلر را غافلگیر کردند، در حالی که آنها لنینگراد و کیف را گرفته بودند.
محاربه نزد مسکو راه روس‌ها را به پیش باز کرد و نقشه بربراس شکست.